تصمیم کاهش معاش کارمندان این اداره از جانب وزارت مهنت، وزارت مالیه گرفته شده است. فدراسیون اتفاقهای کسبه مستقل تاجیکستان نیز به آن رضایت داده است. کارمندان این اداره که آبیاری زمین‌های کشاورزی، تازه کردن کانال‌های آبرسان، تعمیر دستگاه‌های آبرسانی و ساحل مستحکم کنی را بر دوش دارند، از کم شدن معاششان نارضایی کرده‌اند. آنها تا دستگاه اجرایی پرزیدنت مکتوب نوشته‌اند. اویدی با تنظیم در آوردن موضوع مهنت کارمندان خیلی ما ناراضگی خودمون گفتیم مکتوب از نام کارمندان شد کسبا و چی با دستگاه اجرایی پرزیدنت نوشتیم. جوابی که توبه رو کردن روزگار ما را تمام نیستن. برخی کارمندان جوان این اداره پس از کم شدن معاش ترک کار کرده اند. احتمال از کار رفتن متخصصان بیشتر نیز در نظر است. ما کارگری که 42 سال حیات شد کار کرد، چیز رو کار کرد. 35 سال متخصص است. خیلی بعضی چیزاش نمیگم. 40 مامور بیرون بگم که جورا خیلی تک معاش نام خرجید. ماه اوگوست سال 2020 حکومت تاجیکستان برای بالا بردن و تنظیم معاش کارمندان نهادهای دولتی قرار توصیف کرد. مقامات این قرار را دلیل برای کاهش معاش کارمندان اداره آبیاری عنوان کرده اند. در این قرار بند برای کاهش معاش نیست. وزارت مهنت و وزارت مالیه نیز در نسخه قرار خود سبب کاهش معاش کارمندان این بخش را ذکر نکرده اند. معاش در همین شرایطی که بگیم ایست کسری رفته است، ایست بالانشوی نرخ نوارات است، نباید خیلی باشه. چند سونه؟ اینا فرض کردیم 1200 1300 مگر سردار شوربا باشد، امروز باید 800 باشد. معاش کارمندان اداره بهداشت زمین و آبیاری نه تنها در کلاب بلکه در سراسر تاجیکستان کم شده است. این دستور حتی اعتراض رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را به بار آورده است. رئیس ولایت سوخت در یک نامه خود به سروزیر قاهر رسولزاده گفته است که طبق کدکس مهنت به ضرر کارمند تغییر دادن مزد مهنت منع است. او گفته است که این حالت باعث از کار رفتن متخصصان می‌گردد. این وضع در اداره بهداشت زمین و آبیاری منطقه کلاب مشاهده می‌شود. کارمندان این اداره میگویند که از همه کاری دشوار را آنها انجام میدهند ولی در عوض معاش ناچیز میگیرند. مسئولان میگویند این وضع باعث شده است که صف کارمندانشان کمتر شود. با گفته آنها این احوال به وضع کشاورزی در سال آینده تأثیر خواهد کرد. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلاب.